الله اکبر. تاریخ رو که درست نگاه میکنین، این زینبه که عبیدالله ابن زیاد رو در کوفه و یزید رو در شام به اسارت گرفت. شیر تو زنجیر هم که باشه شیره، و زینب در قل و زنجیر هم آزاد و آزاده‌ای بود که عبیدالله ابن زیاد رو به زنجیر حقارت و تحقیر کشید و دناعت و فرومایگی اون رو نشون داد و همین کار رو در شام تکرار کرد. یزید انی استسخر قدرک، اصلا تو رو آدم نمیدونم که با تو صحبت کنم. این تلخی روزگاره که من رو وادار کرده که در مقابل تو بایستم. کد کیدک فسع سعیک، هر کاری که میخوای بکنی بکن، اما فانک والله لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی مهر و عشق ما رو از دل مردم بیرون کنی. خدا شاهد بعضی وقتا قبل از همین سالهای اخیر، ایام صدام اینا، فکر میکردم که زینب چه دید بر بلندای تاریخ که وایساد با این قاطعیت به یزید گفت کد کیدک فسع سعیک. مثل که این سالهای اخیر بر سر تل زینبیه میدید میایستاد و 20 میلیون ظاهر ابی عبدالله رو در اربعین میدید که با این قاطعیت گفت نمیتونی عشق ما رو و یاد ما رو محو کنی. زینب اسطوره عزت، نشان مقاومت و استقامت و شکست ناپذیری و مالک نفس خویشتن بودن است. امسال خیلی احساس تکلیف میکنم که اگر عمری باشه در همه مجالس حسینی راجع به زینب صحبت کنم، چون خیلی راجع به زینب ظلم میکنیم. خاک بر سر من و امثال من بکنن که میترسیم اسم دخترامون رو زینب بذاریم که بلاکش نشه. خاک بر سر ما کنند. یک موی زینب در تن ما و بچه های ما باشه برای رسیدن به کمال دنیوی و عزت و رضوان الهی اخروی بس. چرا صبر زینب رو ندیدیم؟ چرا استقامت زینب رو ندیدیم؟ چرا بچه هامون رو زینب نام نگذاشتیم که مثل زینب صبور بار بیان، عزیز بار بیان، شکست ناپذیر بار بیان، مالک نفس خویش بر بیان؟ میترسیم اسم بچه هامون رو زینب بگذاریم. این ظلم نیست؟ این همداستانی با کسانی که خواستن زینب رو در تاریخ بشکنند نیست؟